بچه ها خوش اومدیم به این ویدیو. ما امروز اومدیم بازی تشخیص، بازی که ما داخل این بازی میتونیم، این بازی باعث میشه شما چهرهتون اگه به این نقطه نگاه کنید، شما مثلا یه جایی رو بچه ها الان مثلا شما فکر کنم به اینجا نگاه کنید همه جا رو دایره شکل، نه همه جا به تو کشیده میشه. شما این نقطه قرمز نگاه کنید بچه ها، کم نزنید. خب بچه ها 20 ثانیه فقط نباید پلک بزنید. بچه ها چشتون هر نقطه قرمز بیرون نیه. را بچه اون رو نگاه کنه همه چی داره به تو کشیده میشه. بچه این بازی خطای دیده. خب بچه اینو بریم، خب بچه ها تمام شد. حالا نگاه کنید همه چی داره به تو کشیده میشه. خب بچه ها حالا برید این خب بچه نقاشی های خطای دیده. حالا بچه اون برا نگاه کنید همه چی داره کوچیکیشه. خب بچه ها اینو بریم. بچه ها احساس کنم داره نزدیک میشم به دایره. تو دایره رد شدیم رسیدیم به یه دونه لوزی. الان تو لوزی هم رد شدیم جلو یه دونه دایره. بچه ها نگاه کنید همه چی یه جوریه داره تکون میخوره. خب بچه ها خیلی خوشحالم که تا اینجا ویدیو دیدید. حتما لایک و ساب کنید بچه ها. تا ویدیوهای بعد